و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. ای محمد، ما تو را نفرستادیم مگر تا اینکه رحمتی باشی برای جهانیان. یکی از اخلاق بارز رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم این بود که خویشاوندان خود را در امور حساس و خطرناک پیش می‌فرستاد تا اینکه احساس نشه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمده است تا اینکه برای خود و قبیله خود ثروت اندوزی کنه و در واقع پایگاه و پناهگاه امنی برای خود و اقوام خود باشه. در موارد حساس و خطرساز اقوام درجه‌ای که خود را جلو میفرسته. در سفر هجرت میتونست به حضرت علی بگه که ای علی برو در منزل فلانی مخفی شو. نه، حضرت علی رو همان گونه که از قبل در منزلش بود همان گونه در منزلش باقی ماند و اجازه نداد حضرت علی از منزل بری بیرون. در واقع این افتخاری بود به افتخارات حضرت علی که در جای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، در منزل رسول خدا صلی الله علیه و سلم مانند همیشه بمونه و در شرایط حساس منزل رسول خدا رها نکنه. در روز خیبر پرچم و فرماندهی را به حضرت علی داد، پرچمداری را به حضرت علی داد. مشخص در عملیات و نبردهای قدیم پرچمدار رمز شکست یا پیروزی بود. اگر پرچم زمین می افتاد دیگر در واقع نشانه شکست بود، اما به همین دلیل پرچمدار همیشه در تیررس بود. پرچم را به حضرت علی داد. در غزوه بدر در جنگ تن به تن حضرت حمزه و حضرت علی را جلو فرستاد و در دیگر موارد حساس و مهم می‌بینیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم حضرت علی را جلو می‌فرستاد. در هجرت به حبشه حضرت جعفر را فرستاد به فرماندهی حضرت جعفر در یکی از هجرت‌های به حبشه. سخنگوی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مقابل نجاشی حضرت جعفر بود. در غزوه مؤته در واقع حضرت جعفر را پرچمدار کرد که در همون غزوه حضرت جعفر شهید شد و زمانی که در واقع در غزوه مؤته ابتداءً پرچم را گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به دست زید بن حارثه داد که زید بن حارثه شهید شد و سپس فرمود اگر زید شهید شد جعفر پرچم رو بگیره که جعفر باز هم شهید شد. دو دست جعفر قطع شد. به همین دلیل حضرت جعفر به نام جعفر طیار لقب گرفت، چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود به جای دو دست دو بال در بهشت به او داده میشه. و بعد از حضرت جعفر خالد ابن ولید شمشیر خدا سیف الله المسلول شمشیر را به دست گرفت و پیروز شدن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم ملاحظه کرد که خانواده جعفر عزادار و مصیبت دیده هستند. سپس پس از 3 روز از عزاداری وارد منزل جعفر شد و فرمود که لا تبکو علی اخی بعد اليوم، از امروز به بعد دیگه بر برادر من گریه نکنید، چون اسلام آمد تا این که شادی و نشاط، شادابی و سرور و آبادی زمین، عمرانی زمین را بیاره، نه عزاداری و افسردگی، غم و اندوه و سرشکسته بودن. غم و اندوه هیچ چیزی را نمی سازه جز ویرانی، جز تخریب انسان، روح و روان انسان را فاسد میکنه. سرطان روح، سرطان روان انسانه افسردگی. به همین خاطر رسول خدا این را حرام کرد بعد از 3 روز، به جز برای زنی که شوهری را از دست داده 4 ماه 10 روز.
عده بنشینی. حالا برسا در این قضیه مباحث کاملا مفصل هست. عبدالله ابن جعفر فرزند جعفر طیار میفرماید که بعد از 3 روز ما چون مصیبت دیدی بودیم موهامون بلند شده بود و حالت آشفتگی در واقع بر ما بود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که حلاق را بیارید، آرایشگر را بیارید و میگه موی ما را تراشیدن، برای اینکه میخواست اون شادابی ما حفظ بشه، اون تراوت و نشاط ما حفظ بشه. و میگه دعا کرد برای من رسول خدا صلی الله علیه و سلم، بار الها برکت قرار بده در معاملات و خرید فروشی که در واقع عبدالله ابن جعفر انجام میده. میگه مادرم این دعا را که شنید خوشحال شد و سپس همسر جعفر طیار با ابوبکر صدیق ازدواج کرد. اسما بنت امیس، مادر عبدالله ابن جعفر، همسر جعفر طیار، بعد از اون با حضرت ابوبکر صدیق ازدواج کرد. اخلاق و رفتار رسول خدا صلی الله علیه و سلم با همسایه ها مبحثی است که در این باره احادیث و روایات متعدد صحیح از رسول خدا صلی الله علیه و سلم داریم که تأکید کرده بود به توجه به همسایه. در مهمترین حدیثی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه، چنان جبریل میگه توصیه میکرد به همسایه تا اینکه احساس کردم که در واقع همسایه ارث میبره. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.